میزنی. اصلا چجوری اون پخش شد؟ اجازه بهم توضیح ندم. حتما که میتونی توضیح ندی. من در مورد اون داستان فقط 2 تا مسئله رو میخوام بگم. این 2 تا به نظرم مهمه واقعیتش. بقیهش خیلی اتفاق افتاده دیگه. یکی این که من بدی کردم، خب اشتباه، حالا رد دادی، هر چی، هر توجیهی که میخوای بکنی دیگه. الان قبل از اینکه توضیح بدی یه چیزی رو بهت بگم. شهرام، من در اون قضیه تو رفیقم، شاید ازم ناراحت بشی، من 100% تو رو مقصر میدونم. میدونم دیگه. مثلا با قبلش کار ندارم، در هر جای دعوا، مثلا من با علت دعوا و اینا مثلا کار ندارم. من در اون قضیه 100% تو رو مقصر میدونم. منم همینو میخوام بگم. ببین، با وجود اشتباه که از طرف من بود به طور 100%، چیزی که اتفاق افتاد چیزی بود که من حتی تصورشم نمیکردم، اینکه خانمم منو ببخشه. خب یعنی واقعا همچین چیزی دیگه اصلا تو تصورم، تو مخیلم نمی گنجید. بزرگی که کرد خب و منو بخشید، و در کنارش اتفاق بزرگ جالبی دیگه که افتاد، حیایی بود که مردم کردن. مجید ببین، اون حاشیه، حالا توی اون بره زمانی ترندترین اتفاق توی سوشال مدیا ایرانی بود. یعنی